با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید از ماه مبارک رمضان که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، ما به کانال هراتبرگ هستیم. میتونیم شما فقط کانال هراتبرگ دنبال کنیم، همین سابسکرایب، لایک، شیر حیات شما نره. ما که نیاز داریم به حمایت شما. نمیگین که حتما مستقیم که بدیم یک دایی، ایتو نمیگیم که بگیم پول به ما بدیم. خود شما میفهمید دیگه، همین پول نمی شخص شما نه، یا ای کلیک یا ای پنجه روم زنگولگا که به گردن گوسپند بیوی منیه. علمور فشار بدیم، میتونیم نمایشنامه، گزارش‌ها، برنامه رمضانی، افطاری، همینا به خدمت شما باشیم. بیاین که خود شما یواش یواش بریم داخل بازار، برین سعی کنین چی گپ مردم تا به چی اندازه حوصله دارم به خاطر که روزه دارم. اگه مثل ما بی حوصله باشن که به کار نیه دیگه. بخیر باشید. دوستای نازنین، در کنار برادرای امارات اسلامی ما فلکه دروازه خشک از برنامه افطاری یا رمضانی بگم در خدمت شما هستیم که توضیح هم دادم از صبح. لالا جان سلام. و علیکم السلام. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. خوب. گپ بزنیم که خود روزه اشتنیم. خوب هستم الحمدلله. روزه داریم؟ بله ان شاء الله. بسیار خوب. از چند سالگی روزه میگیرید؟ ان شاء الله 11 سالگی. 11. بله. بسیار خوب. سن شما چنده؟ سن ما 22 است. عمر ما کلا در مدرسه تیر شده. ما سب امارات اسلامی 7 سال میشه که وظیفه داریم ان شاء الله. بسیار خوب. اینجا فعلا چک پاینه؟ فعلا ساعت 4 بجه 2 بجه 3 بجه می طبیعیه اینکه گرمی نباشه. چک پاین است روز خوش. بله. خب وقتی شما به وسط سرک استادیم هفته ما هسته، همین روزه میتونین خود نگاه دارید؟ بله خداوند متعال به ما چیز میده، قوت میده ان شاء الله که چیز همی تو استاد بشیم خسته میشیم. ولی وقتی به چک پاین میایم به وظیفه بس خسته نمیشیم، که شب روز هم استاد بشیم بس خسته نمیشیم. بسیار خوب. احیانا یک دم شما وظیفه شما اینه که موتر را تلاشی کنیم، حداقل نگاه داریم. سرخورده میکنین داخل موتر یک جوان روزه میخوره، شما خودی چی رقم رفتار؟ سه او باز میبریم باوزه یک چند کلمه هر بقدر او میزنیم که دوستانه. بله دوستانه ایتانی که باز زدن و با چیز که چیز او گوت میگین چی میگه که به دست وا میشه اجت دندان نیه، یعنی که به چیز دست وا میشه اجت دندون نیه که آدم به دندون وا کنه. باید که به مسئله به اگه حل میشد حل میکنم ان شاء الله. اگه نمیشد باز چند کلمه گپ کردیم. بسیار خوب. معاش هم داره؟ نه معاش نداریم. خب معاش هم نمیگیریم. چند سال میشه به امارات اسلامی؟ 7 سال میشه. خب با 7 سال معاش نگرفتین؟ نه. همین 10000 که تحفه بده همین 10000 بگرفتیم دیگه نه. خب هدف شما چیه که معاش هم نداره؟ هدف ما چیز رضای خداوند متعال است. نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه فکر کنم یک 3 ساعت دیگه شاید که اگر اشتباه نکنم به افطار مونده. جوانا هم که میبینیم داخل بازار بسیار خسته هم به خاطر که هوای کمک گرمه و یکم تازگی ها ماه مبارک رمضان، چون 1 سال میشه که مردم روزه نگرفتم و کمک همین روزا اول همین تا به دهم کمک خسته کن برای اینا هست. انشالله روز به روز خوب میشه. اجیل الله سلام داره خدمت شما، بعد نام شریف خود برای بیننده بگید. و علیکم سلام برادر عزیز، ما سلام تقدیم شما داریم و شما این برادرایی که ایستاده هستند. اسم بصیر احمد مشونی هستم. بسیار خوب بسیار خوب. اینجا کار وظیفی چیزی داره؟ ما کار وظیفی ما فقط معامله پسته خوشبار. عجب. از اون میوه پینتر دیگه نبود که انتخاب کنه؟ نه
خوشبار چرا توت مغز انتخاب نکردین؟ خب او باز هر کی از خو یک رشته ای داره. خب ما به او وارد نی، ما به پسته فروشی و مغز و اینا واردیم، میفهمیم بزنا با توت مغز و بیگه پا نمیفهمیم. این امینه که 120 کیلو وزن خور کردیم از زور پسته خندون خوردیم. بله ها دیگه. روز چند کیلو اگر روزه نمی بود اگر حقیقت بگیم یا پوتکی یا خود شیریکا نوش جان میکردیم؟ روزی 2 کیلو همیشه وقت میخوردیم. کیلو 1000 روپیه. بله ها. خب خونه خور به کجا با پا میکردیم؟ خونه داریم به پا کردیم خونه خور. خب میفهم روز 2 کیلو پسته 2000 میشه شما بخورید. ما که اصلیت از مو جنگل هستیم. خب از اونجا میاد. از اونجا میاریم ما. اونجا برای ما ارزون میده. کیلو 700 800 میده 600 هم میده. بسیار خوب بسیار خوب. خب چند سال میشه این کار میکنیم؟ ما 2 سال میشه. 2 سال. خب یعنی خوبه. عاید خوبی داره. رضایم از خداوند جل جلاله. الهی شکر الهی شکر الهی شکر. بسیار خوب. امی چند روزی از ماه مبارک رمضان سپری شده. بله. کمک تاثیر هم کرده. بله ها. تاثیر ازی کرده که یکی همین چند وقت بازار نیه، خرید و فروش نیه. همین تاثیر کرده برای ما. ولی این ماه مبارک رمضان هم که بیامد ما مهمون الله جل جلاله ایم که 11 ماه ما میخوریم. بعد از 11 ماه همین ما که هست ما مهمون الله جل جلاله کوشش ما همینه که به هیچ عنوان همین روزه ما نخوریم. باید بگیریم این روزه. از برادرایی که به همین تمام افغانستان هست و بیرون از افغانستان هست خواهش ما همینه که همین ما به روزه سفری کنه به میمونی الله تعالی همیشه وقت پابند باشه. خیلی ما از دوستان معذرت میخوایم، خیلی معذرت میخوام، عفو میخوام. بعض جوانان اگر نگاه کنیم از شما و از من درشتر به وجود خواهم سالم میبینیم یا سیگار میکشه یا یک چیزی میخوره. از او وقت سوال میکنیم میگه من یا حوصله ندارم یا عمل دارم نمیتونم ترک کنم. شما خواهش شما چیه؟ آیا کار خوبیه که آخرت خورم خراب کنم معذرت خورم؟ خواهش ما از جوانا همینه که هر چی اینا میتونن خود نگهداری کنن از حساب تاریاک، چرس، مثلا دیگه مشکلات هایی که به افغانستان هست از بیپولی. اگر کسی که معتاد باشه یا سیگار بکشه او همیشه جیب از او خالی می باشه، او پول نداره. همون چیزی که به سیگار مصرف میکنه یا به چرس مصرف میکنه همون به وجودی به بدن خود خوب مصرف بکنه همون که بدن یا دائم سالم بمونه تا به وقتی که او زنده جوان و پیرمرد میشه که او مقاومت داشته باشه. خب دوستای نازنین بازم گفتم که خدا کنه برنامه خسته کن نبوده باشه. فقط موضوع هدف ما اینه که خود شما اختلاط کنیم چند دقیقه از اینکه مردم روزه هم داره قصه کنیم. در کنار برادرای امارت اسلامی هستیم. امروز خوشبختانه که هرچی که ما گزارشی داریم دوستا با ما سر میخورم، افتخار میدن که خود ما مصاحبه داشته باشیم. لالا سلام دارین خدمت شما. علیکم السلام، خوب هستین؟ بخیریم. قربان شما. نام شریف شما؟ شارزا بود از ولایت بادغیس. بسیار خوب. اینجا وظیفه داریم؟ بادغیس. وظیفه منجیه؟ بله. بسیار خوب. به ایراد چند روز میشه آمده؟ تقریبا 10 روز میشه. خب به جا فامیلا به میمونی آمدیم یا به چکر زده؟ مریض داریم. خدای پاک شفای بده مریض شما. خب کی پدرم مادرم کسیه؟ از مادر می که تیاره زده بود دست پاش قطع شده از دست. خدا شفای بده. بسیار خوب. خود روزه چی رو بردید؟ روزه دیگه الحمدلله که روزه که فرض ولی تمام مسلمین همه مسلمان‌ها فرض که باید بگیریم. او تو میفهمم از بابت از که مثلا شما توشنه شده باشیم، تا حال خسته شده باشیم، گشنه شده باشیم. یا خود ما شخصا که نشدیم به خاطر که آدم اگه به خاطر الله باشه، عشق آدم با الله باشه که هیچ وقت تشنگی احساس نمیکنه، چون همیشه هوش و خواص آدم به طرف الله. بسیار خوب. به می چند روزی که از ماه مبارک رمضان سپری شده شما تا حال خود شخصی هم بر خود بکرده باشیم که دیده باشیم یک جوانی بده هی روزه میخورده؟ یا نه خود ما شخصا نکردم. اگر یک دم ببینیم شما چی خواهشی داریم از او؟ چی میگیم؟ به دل شما چی که به توضیح بدیم؟ ما از خواهش برادرانه از میکنیم که روزه که هست فرض خودش باید درک کنه، نه ما یک دیگه باید به خاطر الله کنه. کاری اگر به خاطر از ما روزه بگیره روزه نیه. او روزه اگر خودش درک کنه، انسانیت دل به خودش باشه، باید به خاطر الله خواست
روزه خود بگیره تکمیل نماز خود بخونه تا بیا همون چیز خود بعد با گناه کامل انجام بده. بسیار خوب. از چند سالگی شما روزه میگیرید؟ ما یار خدا را شکر از 12 پیار ما با روزه ناچی کرده که روزه خود میگیریم. بسیار خوب. چون از مردم دیگه بازو هر کس موضوع شخصیش مربوط به خودش میشه. بسیار خوب. با منطقه شما رسم رواج رمضانی هم هسته؟ رمضانی بله بوده است. مثلا شما وقتی به سندای 15 بودیم به رمضانی خودی دوستا خوب رفتیم؟ خودم شخصا نرفتم. خب کسی هم دم خانه آمده؟ آمدم بعضی کسایی. بیامدم؟ بله. خب چی صدا میکنم؟ بیننده دوست دارن که شما فعلا هم جلوی دوربین که هستیم برای اینا بگیم مثلا رمضانی ما که میرم فرق میکنه رمضانی با شما آخر میگم ما چی شکل میرم کسایی که آمدم دم خونه رمضانی گفتم باز فکرم رفته هیچی نمیشه فکرم هسته که میام مادن چی میکردم اما تو بیاد میتونید مثلا 5 سال به زندان بودم که من مجاهد بودم بگیر کردم به دستم دولت پیشین بندی بودم و همین طول پاس بودار شدم که بازم اعمال مصاف مجاهدین قرار داریم. بسیار خوب. او کو خیر باشه نصیب و قسمت همی بوده. همین به یاد شما یک خاطر پرسان کنم که همین شخصایی که طفلایی که به رمضانی می آمدم چی میگفتم سنگ پای من و کوزی او میگفتم در کنار از چی میگفتم مثلا از فکرم رفته رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. به فیلم شما خیلی گفتن دیده شما نشنیدین فیلم شما دیده دوستان نازنین برنامه رمضانی یعنی افطاری ماه مبارک رمضان دیگه اینا همه در خدمت شما هستیم دیگه سابسکرایب تو لایک و شیر هم یا شما نره دیگه باز این ما فراموش نکنیم ما نوکر شما کنیم به شما برنامه ثبت میکنم به هفته و سرخ به می هوا گرم به می دانه و روزه دیگه مو که ارزش داریم پیش شما یک زنگولگه که فشار بدیم هراتبورگ کانال هراتبورگ داخل یوتیوب بریم ما رو مشاهده میکنیم در کنار برادرای ترکری فروش. سلام لالا. سلام علیکم تیاغو. ساعت شما خوبه؟ ساعت خوبه. زنده باشیم. نام شریف شما؟ فریدین رحیمی از یک در فروشان شهر ایران. بسیار خوب. برنامه بساط شما نه؟ بله. خب گپ بزنیم به حساب ماه مبارک رمضان کارا چی رقم شده؟ کارا الحمدلله خیلی خوب شده ولی جنسا خیلی بالا رفته. 1 کیلو رومی امروز به 100 افغانی سودا میشه. جوریمی بله. بعد اینجا 30 کیلو 80 ریبه. خیال به میت بلند رفته کدی بالا رفته جنسایی که غریب خورده نمیتونه. پس میت معلوم میشه بعضی برادرها به دلار میخرن فکر کنن شما به یورو خریدید. این به دلارش کار داره فلان مرز کما که مشکل داره. مرز به جوریمی چی کار داره؟ نمیگذاره بوار نیه بار به اینجا به ایران گرونه به اینجا گران سودا بشه. یعنی همینا فعلا کیلو چنده؟ ما این فعلا کیلو 90 80 میده درو به 100 گردن هم بند باشه. خوب ایر با شما به تلویزیون اعلان میکنم که از حال تا به برج عقرب دیگه سال بنجومی نخورم اگه کیلو 5 ریبه بخورم بگارو بخورم ولی آخر بگارو بخورم این نمیشه. بله خیلی ظلمه. اما ما کیلو 5 ریبه میخورم بیشتر نه. من میفهم شما کسی که تاجری که میاره فلان به فروش مثلا ما خبر نداره. ما هم میره از میدان بار میخره مثلا کیلو 5 ریبه میخوره 5 6 تا خال میخوره. خب لبدان شما چه ریت تازه‌ایه؟ با خدا معلومه دیگه ماه مبارک رمضان روزه داره. از چند سالگی روزه میگیریم؟ با امید خدا از سن 20 بالا. نه ایت نکنین دیگه. شاید 9 8 میدن. خب چند سال میشه؟ دیگه تقریبا 24 سال عمره منه. با امید خدا. یعنی 14 15 سال روزه میگیریم. بله. خب به می 30 روز ایت روزای هم بشده باشه یک روز اشتباهی یا به قصدن خورده باشه. ایت با امید خدا قلب میدم که به می شب پارسال عید که تیر شد مثل 100 خیلی خیال آوردم همین جگا گفتم ولی روزه خور نخوردم به شب عید که ما خیال میکنم همینجی این روز دیگه روزا کرایه نمیکنه که ما بخوریم 30 روز ماه مبارک رمضان این میمونه ما برای ازی که بعد احترام ازی ماه مبارک رمضان داشته باشن کرایه نمیکنه که به شک اگر ما و شما بتونیم یک کمکی گناه خور به حساب بخشش بسپاریم به خاطر ازی که
بغیر از ماه مبارک رمضان، البته به می برج هم که ما خیلی گناه میکنیم و فهمیدیم میگیم بلکم بخشیده شه، اگه با ماه مبارک رمضان هم روزه نگیرین که به قول ما شاید خدای پاک نبخشه. 100% بله. بسیار خوب. خواهش شما جوانایی که شان میدونم بعضا بخو که روزه میخورم یا کار نداریم یا عمل داریم یا میگم ما چاقیم یا مشکل داریم یا مریضیم نمیگیریم. یک واقعا جای شرمه به همه جوانا، نه برای خیلی جوانا تقوای هم دارن که این ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. بعض جوانا میبینم که به داخل سچاق سیگاری میزنن. این جای شرمه و ننگه برای از جوانا که 30 روز ماه مبارک رمضان به غفلت تیشه فایده نداره. دوستای نازنین، این بود ویژه برنامه رمضانی یا افطاری که خدمت شما تقدیم شد تا به فردا شب که کجا بریم و کجا نصیب باشه و دیگه دوستار کی باشن که ما از اونا تصویر بگیریم. شما به الله پاک میسپاریم. خدا کنه که لذت کافی را امشب و یا امروز از این برنامه برده باشیم. تا به هفته بعد، روز بعد، شما به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار همه شما دوستا باشه.